Dale ahí. Mueve esa nalga sol. جمعیت ایران از آن همسایگانش مثل عراق، افغانستان و پاکستان بهش میگن population pyramid یا هرم جمعیتی. زمانی که این هرم شبیه دوک میشه، اون کشور یواش یواش داره جمعیت جوانش پیر میشه و جایگزین نداره. این هرم جمعیتی ایرانی که دارید نگاه میکنید در سال 2025 همونطور که میبینید یواش یواش هرم ایران به دوک نزدیک شده و از حالت هرم کامل خارج شده. این هم در مقایسه با هرم ایران در زمان انقلاب 57 سال 1979 که یک هرم کامل رو به بالاست. این مسئله ممکنه برای کشورهای پیشرفته مثل آلمان، فرانسه، ژاپن و ایتالیا به اون اندازه مشکل ساز نباشه، ولی برای کشور در حال توسعه که هنوز زیرساخت‌های درستی نداره بسیار نگران کننده است. الان تقریباً 30% جمعیت کنونی ایران در بازه 30 تا 50 هستن که در 30 سال آینده تمام این افراد به سن کهنسالی میرسن و برای مراقبت از اینها ایران به جمعیت جوان نیاز داره. حالا این جمعیت جوان از کجا میاد؟ حالا اینجا نرخ رشد جمعیت یا میزان تولد به هر زن رو در جهان نشونتون میدم. افغانستان الان با 4.8 فرزند به هر زن پیشتاز در همسایگان ایرانه. این در حالیه که ایران با رقمی بالغ بر 1.7 حتی جمعیت خودش رو جایگزین نمیکنه. این در حالیه که عراق همسایه غربیمون نرخ 2 برابری 3.2 فرزند به هر زن رو تجربه میکنه و بالاخره پر جمعیت ترین همسایه کنونی ایران کشور پاکستان در شرق با رشد جمعیتی باور نکردنی 3.6 فرزند به هر زن در حال بزرگ شدنه. اگر پاکستان 255 میلیونی رو فاکتور بگیریم، در میان همسایگانش ایران در سال 2025 بزرگترین و پر جمعیت ترین کشوره. این در حالیه که عراق با 47 میلیون نفر جمعیت، افغانستان با تقریباً 44 میلیون نفر جمعیت و کشور عظیم پاکستان با 255 میلیون نفر جمعیت، ایران روی کشور 90 میلیونی در برابر 345 میلیون عراقی، افغانی و پاکستانی میکنه. این هم جمعیت ایران در 25 سال آینده در سال 2050 هستش که میبینید جمعیت پیرتر شده و دوک به سمت بالا در حال حرکته. عراق در سال 2050 دارای 72 میلیون نفر جمعیت خواهد بود. این در حالیه که افغانستان هم با یک پرش 2 برابری به 77 میلیون نفر خواهد رسید. و وحشتناکتر از همه اینه که پاکستان به مرزهای 372 میلیون نفر نزدیک میشه. در این سال ما یک ایران 100 میلیونی رو در برابر 520 میلیون افغانی، عراقی و پاکستانی خواهیم داشت و بالاخره در پایان قرن ایران با یک کاهش جمعیتی 20 میلیونی و جمعیت کثیری افراد کهنسال و جمعیت قلیلی از افراد جوان به 80 میلیون میرسه و عراق که همیشه از ایران لحاظ جمعیتی کوچکتر بوده برای اولین بار جمعیت 100 میلیون رو تجربه میکنه. و کشور افغانستان هم که همیشه به صورت تاریخی از ما کم جمعیت تر بوده با 1.5 برابر جمعیت ایران به 130 میلیون نفر میرسه. ولی از همه وحشتناکتر کشور پاکستان رو داریم که با 0.5 میلیارد جمعیت به 511 میلیون نفر میرسه. در این سال 80 میلیون ایرانی در برابر 641 میلیون نفر عراقی، افغانی و پاکستانی قرار میگیرن، یعنی 1/8. تقریبا میشه گفت از سالهای میانی قرنی که توش هستیم یواش یواش همسایگان ما هر چقدر اخراج کنیم یا سخت